میبخشید پدر جون، راست میگن آدم وقتی پیر میشه دنیا را خاکستری میبینه. مشکل بشریت تو ارتباطش همیشه یه چیزی بین اونا جدا میاد، سیاه و سفید. کی سیاه و سفیده پسرم؟ زندگی همه چرا آدم ها پیر میشن؟ هنوز کلاس اول نرفته باید بپریم آخر پیر، چشمم بزنیم باید بشینیم به انتظار، کار دیگه از اون برمیاد. غم انگیزه من، چرا بشر اینقدر سوال داره؟ از کی به جواب این سوالاتش میرسه؟ چرا ما شکستنی هستیم؟ چرا ما رو بسته بندی شده نفرستادن؟ چرا ما بنویسند با احتیاط حمل شود، میشکند شکستنی